در آغاز سال خانش در قرقیزستان در یک ملاقات ویدیویی رئیس جمهوری روسیه و قرقیزستان ولادیمیر پوتین و صادر جباروف با ساختمان سه مکتبی نخستین در این کشور شروع کردند. مکاتب در شهر بیشکک، بادکند و قراقل بنیاد خواهند شد. صادر جباروف در سخنرانی خود گفت که تعلیم در مکتب‌های نو به زبان روسی صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نوبت خود اطمینان داد که مکتب‌های ساخته شونده با استانداردهای بین‌المللی جوابگو خواهند بود. Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в онлайн-режиме дадим старт строительству 3 из 9 запланированных школ в городе Бишкек, Баткен и Каракол. رئیس جمهوری روسیه همچنین افزود در مکتب‌ها متخصصان روس و همچنین آموزگاران قرقیز که در دانشگاه‌های روسیه دوره‌های آموزشی ویژه را گذاشته‌اند درس خواهند داد. پوتین اظهار نمود که لایحه‌های گوناگون تعلیمی اساساً به شرافت دستگیری و شرکت شخصی صادر جباروف که برای نگاه داشتن موقع زبان روسی در قرقیزستان کارهای زیادی را انجام می‌دهد امکان پذیر شدند. او قید کرد که این حالت بی‌نظیر از آن شهادت می‌دهد که قرقیزستان به رشد مناسبت‌ها با روسیه اهمیت خاصه می‌دهد. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник. همچنین گفته می شود که مدیران مکتب‌های نو پس از موافقه با وزارت معارف و علم قرقیزستان از جانب روسیه تعیین کرده می شوند. فعالان شهروندی قرقیزستان از حادثه رخ داده اظهار نگرانی کردند. ایبک تنیزبایف یک فعال شهروندی بر این نظر است که این نوآوری‌های روسی در دیگر مکتب‌های قرقیزستان نیز پهن می‌شوند و می‌تواند به یک ابزار تبلیغاتی کرمل تبدیل یابد. پس از بنیاد مکتب‌های مذکور بر اساس کدام برنامه در آنجا تحصیلات صورت می‌گیرد؟ مقامات قرقیزستان باید به این نکته روشنی درآورند. روسیه استانداردهای نو قبول کرده است. در کتاب‌های درسی تاریخ حمله به اوکراین وارد کرده شده است. روسیه در صحیفه‌های این کتاب‌های درسی عقیده‌های خود را به مکتب بچگان آشکارا تبلیغ می‌کند. اکنون تصور کنید که پس از بنیاد این 9 مکتب هزاران مکتب بچگان قرقیزستان با این کتاب‌های تبلیغاتی با معیارهای روسیه و پوتین نوشته شده مغزشویی خواهند شد. این را باید زیر نظارت گرفت. این برای قرقیزستان خطری بزرگ است. با دانشگاه اسلاویانی قرقیزستان و روسیه نگرید. در آنجا تحصیل با زبان روسی صورت می‌گیرد. با دانشجویان مفکوره معینی داده می‌شود و احتمال است که ختم کنندگان پس از ختم دانشگاه نه به قرقیزستان بلکه به روسیه خدمت کنند، میگوید فعال. Я помню, как Цадыр Нургажевич во время нашей с ним встречи в феврале 2021 года сказал мне о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. یادداشت میکنیم که ماه فوریه سال 2020 شورای فدراسیون روسیه ساختمان 5 مکتب در تاجیکستان را تصدیق کرده بود و در سال 2021 وزارت معارف روسیه برای بلند برداشتن سطح دانش زبان روسی در ازبکستان با لایحه کلاس 75 میلیون روبل جدا کرده است. لایحه مذکور افتتاح مکتب‌های را پیشبری دارد که در آن تعلیمات به زبان روسی و طبق استانداردهای روسیه صورت می‌گیرد. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдачи в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений.